حالتون خوب باشه. اومدم مکان مخفی گانها و موتور و ماشین های مخفی GTA San Andreas رو بهتون بگم. اولین گان این بالاست که من برش داشتم، این بالا. دومین گانی که با بریم ورداریم این قسمت برای ریل قطاره، همون جایی که مرحله اسموکو رفتیم. بذار من میرم اونجا، بعد ویدیو رو میگیرم. خب بچه ها رسیدیم به اینجا. حالا اون طرفی هم میتونید بریم. اومدیم اینجا هم با موتور میتونید بریم، هم پیاده میتونید برید. ولی من با موتور میرم. بعد میایم اینجا یه دونه گان هستش که این گانه از اولیه اینی که من گرفتم خیلی خیلی بهتره. اما تفنگ FBI و این چیزاست، تفنگی که FBI استفاده میکنه. بعد اینکه جایی که گان بعدی هستش این قسمته. در آخرم یه دونه جای موتورم بهتون نشون میدم. این قسمتش اینجا گان اسنایپ هستش که اینجا میتونیم گانه رو برداریم. و بچه در آخر میخوام این موتوری که دارم و در آخر برات بهتون نشون بدم جاش کجاست و برید بگیرید و همین دیگه. من رسیدم اونجا، دوباره برمیگردم، دوباره ویدیو رو دوباره آن میکنم. خب بچه ها راستی بین راه، خب این قسمتی که من هستم، این قسمت، خب اینجا سر نقشه است. این قسمت لوکیشن یه دونه چتر نجات هستش که الان با هم میریم ور میداریم. من تو راه همه چیز رو میبینم. اینجا یه دونه چتر نجات هستش که میخوره به کوه، میخوره به بلندترین کوه GTA، میخوره به بلندترین ساختمان GTA San Andreas. اینجا میتونید در خودتون سقوط آزاد انجام بدین. من الان دوست بشه، ولی خب میپرم. چتر باز میکنه این بازی کنم. ها چه حالی میده. موتورم هم اون پایینه. اینجا بلندترین ساختمون GTA و اینکه حالا با لوکیشنی که بریم و دوباره بهتون نشون میدم. رسیدم، مردم زنده موندم. پرام تو رو خدا نمید، تو رو خدا زنده موندم. چقدر نه دیگه چیت زدم در آخرش که اومدم فال دمیج بخورم، چیت رو زدم دیگه. خب لوکیشنی که با بریم اون اول نشون دادم، الان نشون میدم. با بریم اینجا و اسنایپ همونو برداریم. اینجا خب بچه وقتی رسیدیم به اینجا، ما اینجا راه موتور هم داره، از راه موتور هم میتونیم بریم بالا. من الان از اینجا ای بابا چرا موتورم نمیره بالا. الان از اینجا میرم بالا، میرم اینطوری میرم و اینجا خود CJ رو پیاده میکنم. من میرم اینجا گانم رو برمیدارم. تفنگ خیلی خوبیه، قابلیت زوم کردن داره و قدرتش هم از اون که من داشتم خیلی خیلی بیشتره. بعد لوکیشن بعدی همین بغله بچه ها. یه دونه این قسمته اینجاست، یه دونه هم این قسمته، یه دونه هم همون اولش هستش که اون باتومه. و اینکه من الان میرم اونجا بهتون نشون میدم دیگه. خب ببین رسیدیم اینجا، همین دم در میایم اینجا پیاده میشیم. من پیاده میشم با موتور. اینجا باتوم برمیدارم، خیلی باتوم خوبه، خواستیم پلیس بشیم به دردتون. بعد اینجا 3 تا از این خونه ها، از این گالوج هستش، میرین داخل اون سومی، داخل اون سومی آخری میشه. اونجا AK هستش، همون کلاشینکوف خودمون. بعدش اینکه رفتیم اینجا، بعدش برمیگردیم همون دم در. بعد اینکه برگشتیم دم در میریم همینو میندازیم پایین، میریم این قسمت لای اینا. اینجا میدونه شاتگان هستش که اگه اینو ببینید الان این قدرتاش اینه. حالا قدرتای
بخوام اینو بخرم تیر زیادی داشته باشم. بعدش این تفنگ از اون قبلی خیلی بیشتره قدرتش. بعد اینکه اینم از این یکی. و حالا میرسیم به جایی که از اول ویدیو نمیدونم منتظر بودین یا نه. این قسمت حالا یه دونه مولوتوف هم اینجا هست. این قسمت ببینم این قسمت یه دونه مولوتوف هم هست دقیقا اینجا. پلو این پیش مولوتوف هست. بعدش این که میخوایم بریم دنبال موتور، این قسمت میریم دنبال موتور. این قسمت یه دونه موتور خوبی هست که الان همین موتور خودم، ولی من میخوام برم عوض کنم موتورم. پس میرم اونجا که موتوری که میخوام انتخاب کنم. پس فعلا خب بچه ها رسیدیم اینجا یه دونه موتور مخفی داره که هم نمیدونم شاید بیشتریتون بدونید، هم طبقه دومش داره، طبقه دوم یا اولش داره، هم طبقه آخرش. اینجا همین گانی که من دارم و حد داره. اینجا یه دونه گانه مخفی هم داره که من گانش الان ور میدارم. و اینکه اینم موتورشه، موتور فوق العاده سریعه و خیلی خوبه. میتونید اینو وردارین استفاده کنید. و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و ساب فراموش نشه. عاشقتونم خیلی زیاد. و ایده هاتون رو داخل کامنت ها برام بنویسین و ممنونم. فعلا خدافظ. فعلا بای بای.